علیکم السلام و رحمت دوملو الله. یک سوال بود. او روز گفتید که یک کسب قرضی و اگر و پرسی اگر مانند سگی که سوی که خورده و پرتاب یک روز یک همخه وقت شد که یک تا آدم پول داده بودیم این خیلی او نگفتم وای من. پولش حالی نداد. من سبی که وای بخشیدم که تا کاری که خواهی من به تی گفتم. بعد برادر بعد عزیز، از من این خیلی نگفتم یک آدم به قرض دی اگر و یه پرسی مانند این که استخوان بس حق دادی خوردی نگفتم. به کسی قرض داده باشید و وقتش آمده باشد حق دارد که پرسید. ما درباره تحفه گپ زدیم. پیغمبر منم نگفتم، من رسانیدم. پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتن که کسی برای یک آدم هدیه دهد، تحفه، هدیه، قرض دیگر چیز، هدیه دیگر چیز. هدیه دهد و سپس همون هدیهش گشته گیرد مانند سگی که قی کرده است. قی استخوان نگفتیم، قی کرده است و قیعش خورده است. یعنی سخن درست فهمید برادر. اون درباره هدیه هست، شما درباره قرض گپ زدید. وقتی که قرض دادید حق دارید که طلب کنید. گپ زنید کن. بعد از وای با من پول دادم وای آدم به مقصد فقط برادر رو ببینید محمد جان، حاضر شما دو حدیثه هر دوشم نادرست فهمیده، اینش به اینش در آورده با ازنای من نقل دارید. اگر همینه که بروم گفتید لیکن به دیگر جا گویید یک آدم میاد که اوای بی سواد بوده است. در هیچ جای خیلی گپ نیست. برای چی ازنای من خیلی گپ نقل میکنید؟ شما در صحبت درست با دقت گوش کنید تا برادرها، تمام تماشابینا صحبت خطا نقل نکنید تا فتوای خطا نقل کردن گناهش عظیم است. بعضی علما با وجود کرم و سخاوت و مهربانی و ملایمشان، کسی که از نامشون فتوای خطا نقل کرد گفتن که لا اسامحه فی الدنیا و الاخره، در دنیا و در آخرت نمیبخشم این آدم. پولم گیرد، مالم گیرد مایلی، لیکن فتوای از من خطا نقل نکند. این گناه عظیم است. عموما سخنی که نگفتیم یعنی که نادرست فهمیده ایستادید برادر. سوالتون از نوتید کوتاه. اما پولی مثال گرفتگی من اول یک بار من بخشیدم یک کم پولمه گفتم شما به که یک کس قرض دادید؟ قرض دادم و بخشیدم سبکی خیر. قرض دادم بخشیدم دویم قرض دادم دویم بار با قرض دادم گفتم که پولمو برگردان مقصد پولمو برنگردان من سخت گپ زدم که مقصد اون پولی که بخشیدم وایش هم تیمم به انا کنم اینش نادرست. ما انا کنم حاضر ما این انا کنم از شما فهمیدم که مقصد این کاری کردگیم نادرست بوده است برای همون خیال کنم که یا برای و گردانم یا چی کنم. نه، شما وقتی که بار اول قرض دادید و بخشیدید و الکی تمام و به گشته گرفتن به حق نداره. اون مانند همون هدیه داده گشته گرفتن وای. اما دوم قرضتون شما حق دارید طلب کنید. همه وقت آدم قرض که داد حق دارد که طلب کند. وقتی که یک آدم آمده از پیامبر صلی الله علیه و سلم با اسلوبی درشت و سخت معامله کرده، از پیامبر صلی الله علیه و سلم چی طلب کرد؟ گفت که قرض ده. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی صحابه خواستن به همه آدم در رفتن، خواستن همون زنن آدمی بی آدابی کردگی را. بعد گفتن که ماند دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ماند و آدمی پول دادگی و وقتی قرض آمدگی و پول دادگی آدم صاحب قرض و این لصاحب الحق مقالا، آدمی که حق دارد حقی سخن گفتن دارد. بگذار گپ زند، کاردار نشوید. یعنی شما وقتی که فرصت آمد قرض دادید، شما یکی کردگی هستید. 1000 سوم قرض دادید، وقتش یک ماه به گفتگیری وقتش آمد، شما حق دارید که پول گردان گوید. یعنی این گناه نه، این حق شما. لیکن اگر بخشیدگی باشید گشته و طلب کردن، بله اینش گناه است. شما میتونید فقط قرض دویمتون طلب کنید. فهمو برادر؟ ما وای قرض رو با گرفته شدیم مقصد اول گفتیم که پول پارتو ما وجا پول پارتو برای ما کنی فهمیدم هر که دوشم داده؟ نه هر دوشم داد. می داد است که آخر همون یکمش یکم گردانید برای آنکه شما بخشیدید. آدم به لفظش می ایستد. یعنی سخن که کرد عهدش به وفا میکنه. همین بخشیدم گفتید می بخشیده کن و یکمش گردانید، دویمش از آن خودتون.
якумаш набахшед буд набахшидани бошед, дуюмаш бахшидед дига нагиред, вай моли вай шуда кун, як бор ба вай баргардонед моли аввалая. Фаҳмидед бародар? Саломат فهمت бошед. суҳбатҳои хушро гӯш кунед бародар.